از ابو هریره الله از وی راضی باشد روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: الله تعالی می فرماید هر عمل فرزند آدم برای خود اوست غیر از روزه که آن برای من است و من پاداش آن را می دهم و روزه سپر است، یعنی در مقابل دوزخ یا گناهان. و چون روزه یکی از شما باشد باید ناسزا نگوید و فریاد نکشد و با کسی درگیر نشود و اگر کسی او را دشنام داد یا با او جنگ کرد باید بگوید من روزه دارم و سوگند به ذاتی که جان محمد صلی الله علیه و سلم در دست است، همانا بوی دهان روزدار در نزد الله از بوی مشک نیکوتر است و برای روزدار دو شادی است که بدان شاد می شود. یکی چون افطار کند شاد می گردد و دیگری چون پروردگارش را ملاقات کند به روزه اش شاد می گردد. این از کتاب بخاری است و در روایت از آمده که روزدار طعام آشامیدنی و شهوت خود را از جهت من ترک می کند. روزه از برای من است و من بدان پاداش می دهم و حسنه به 10 برابرش. در روایات از مسلم آمده که هر عمل فرزند آدم چند برابر می شود، نیکی به 10 برابرش تا 700 برابر. الله تعالی فرمود مگر روزه که همانا از برای من است و من بدان پاداش می دهم. شهوت و طعام خود را به دستور من می گذارد و برای روزدار دو شادی است، یک شادی در وقت افطارش و یک شادی در وقت ملاقات با پروردگارش و بوی دهان روزدار در نزد الله متعال از بوی مشک بهتر است. کتاب باقی نکوکاران حدیث سری رقم 1215. همچنان از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: آن که یک جفت در راه الله صرف کند از دروازه های بهشت آواز داده می شود که ای بنده الله این بهتر است. پس کسی از اهل نماز باشد از دروازه نماز خوانده می شود و کسی که از اهل جهاد باشد از دروازه جهاد خوانده می شود و کسی که از اهل روزه باشد از دروازه ریان خوانده می شود و کسی که از اهل صدقه باشد از دروازه صدقه خوانده می شود. ابوبکر رضی الله عنه گفت: پدر و مادرم فدایت باد یا رسول الله، به کسی که از یک دروازه از آن دروازه ها خوانده شود ضرر نیست و آیا کسی هست که از تمام آن دروازه ها خوانده شود؟ فرمود: بله و امیدوارم که تو از آنها باشی، یعنی یک جفت، مثلا 2 اسب یا 2 شتر یا هر صدقه ای که 2 چند داده شود.